خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. میخوایم یه مروری بر فصل 2 اول بکنیم، بعدش فصل 3. فصل 2 کتاب چون یه مرور میکنیم. تو فصل 2 قرار این مباحث به صورت کلی بیان بشه. سیستم‌های خطی داریم که خاصیت جمع‌پذیری رو داره، خاصیت تجانس رو داره به این صورت فرمولاش. بعد معادلات دیفرانسیل داریم از ورودی به خروجی. این مباحث کلیدیه دیگه. یه نگاه کلی بندازیم که چی قرار بحث بشه. بعد ما پاسخ ضربه داریم به این صورت معادلش. ترانسفر فانکشن داریم. پاسخ ضربه یعنی خروجی رو بهمون میده بر اساس یه تابعی که حالا بعدا بحث میکنیم. ترانسفر فانکشن داریم که خروجی رو تو حوزه فرکانس بهمون میده. و استیت اسپیس اکویشن رو داریم تو حالت کلی به این صورت در میاد. میتونیم اگه هر سیستمی رو به این صورت نشون بدیم x دات t و y t. خب حالا یه سری تعریف داریم. اینجا متغیر حالت داریم. متغیر حالت به متغیری گفته می شود که ما اونو تو زمان t صفر بدونیم. به چیزی گفته می شود ما که به اطلاعاتی گفته می شود که ما اونو تو زمان t صفر بدونیم. به همراه ورودی ها میتونیم خروجی ها رو از زمان t صفر، از زمانهای t بزرگتر از t صفر به دست بیاریم. به همین راحتی. به مثال یعنی چی؟ یعنی ما تو زمان t صفر x t صفر رو داریم، u t رو داریم واسه t های بزرگتر از t صفر. x t صفر چیه؟ اطلاعاتی از سیستمه. این دوتا رو با هم داشته باشیم میتونیم خروجی رو واسه t های بزرگتر از t صفر به دست بیاریم. این میشه متغیر حالت تعریفش. بعد سیستم علی رو داریم. یک سیستم علی هستش که فقط خروجیش به ورودی های حال حاضر و ورودی های ما قبل از اون بستگی داشته باشه. یعنی ما سیستم علیه، حالا ما یه خروجی داریم دیگه، کار نداریم تو آینده چه ورودی قراره بیاد. ورودی هایی که تو حال حاضر و قبل از اینو داریم کافیه که بتونه خروجی حال حاضر رو بهمون بده. پس سیستمی علیه که با دونستن ورودی های حال حاضر و ما قبل این بتونیم علی رو داشته بتونیم خروجی سیستم رو به دست بیاریم. ولی اگه نیاز داشته باشیم که ورودی های ما بعد از این لحظه هم داشته باشیم که دیگه بهش علی نمیگم، غیر علی میشه سیستم. حالا سیستمی فشرده است که تعداد x t صفراش محدود باشه، تعداد محدودی از متغیر حالت داشته باشیم. این تعریف سیستم فشرده ی لامپ. حالا سیستم‌های خطی رو اینجا بحث می‌کنیم. سیستمی خطی هستش که فرض کنیم که تو لحظه t صفر ما یه متغیر حالت x t صفر داریم و یه ورودی تو حالت یه ورودی واسه t های بزرگتر از t صفر داریم. این یه دونش واسه حالت شماره 1. فرض کنیم یه دونه دیگه هم داریم. فرض کنیم یه متغیر حالت تو همون لحظه t صفر داریم و یه نوع ورودی دیگه داریم. اگه این دوتا ورودی رو تو همون لحظه به سیستم بدیم، دوتا ورودی و متغیر حالت متفاوت رو به سیستم بدیم و دوتا خروجی بگیریم، این رابطه رو داره. مثلا فرض کنیم اینجا دوتا خروجی بهمون داده. حالت اول یه خروجی y1 میشه، حالت دوم y2. ولی خب اگه ضریبی از اینا رو با هم جمع کنیم به سیستم بدیم، این بار خروجی ها میشه یه ضریبی از اونا، میشه آلفا 1 x1 میشه آلفا 1 y1 به علاوه آلفا 2 و x2. اینجا هم یعنی هم x رو ضرب در آلفا 1 کردیم، هم u رو ضرب در آلفا 1 کردیم. اینجا هم u2 رو ضرب در آلفا 2 کردیم، هم x2 رو ضرب در آلفا 2 کردیم. خروجی ها هم باید به همین ترتیب ضرب اون ضریب بشن و با هم جمع بشن. این خاصیت سیستم های خطیه. سیستمی که اینا رو نداشته باشه، این خاصیت رو نداشته باشه، دیگه خطی نیستش. قطعا باید جفت این خاصیت رو کامل برآورده کنه. خب حالا دو تا تعریف داریم. زیرو اینپوت ریسپانس رو داریم که میگه اگه فرض کنیم که تو لحظه t صفر ما هیچ ورودی نداشته باشیم واسه t های بزرگتر از t صفر، تو t صفر بزرگتر از t صفر هیچ ورودی نداشته باشیم، فقط یه متغیر حالت داشته باشیم، اون اطلاعاتی که سیستم بیان میکنه یه خروجی تولید میشه که بهش میگن
پاسخ ورودی صفر. این یه دونه خروجی. اگه یه خروجی دیگه داشته باشیم که اینفورمیشن تو یعنی متغیر حالتمون صفر باشه ولی یو تی از واسه تی بزرگتر تی صفر یه مقداری داشته باشه، این هم میشه پاسخ حالت صفر که حالتمون صفر در نظر گرفتیم. این هم میشه پاسخ حالت صفر. میتونیم این دوتا رو طبق خاصیت جمع پذیری جمع کنیم و چی میشه؟ طبق خاصیتی که اینجاست چی میشه؟ یعنی پاسخ سیستم میشه x با دونستن x تی صفر و یو تی میشه پاسخ ورودی صفر به علاوه پاسخ حالت صفر واسه تی بزرگتر تی صفر. این واسه هر سیستمی میتونیم اینجوری بیان کنیم، یعنی خروجی هر سیستم برابر میشه با پاسخ ورودی صفر به علاوه پاسخ حالت صفر که اینجا نوشتیم. اینجا هم همینو نوشته پایین تر. خب الان اینجا میخوایم که توصیف ورودی خروجی رو داشته باشیم. قبل از اینکه بهش بپردازیم میخوایم یه تابعی رو تبدیل کنیم به اسم سیگمای دلتای تی منهای تی آی. این تابع به این صورت میشه تو بازه تی آی تا تی آی به علاوه دلتا مقدارش میشه یک دلتا. تو بقیه جاها صفر شده، فقط تو این بازه اینجوری میشه یک دلتا. تو بازه تو این بازه به عرض دلتا و طول به این عرض و ارتفاع یک دلتا مقدارش میشه یک دلتا، عرضش هم اینقدر از تی آی به علاوه تی آی به علاوه دلتا. حالا اگه این تابع رو ضرب در دلتا کنیم، قبول دارید اگه دلتا ضرب در یک دلتا هم بشه، اینجا نوشته دیگه دلتا ضرب در یک دلتا هم بشه میشه یک. اینجا ما داریم دلتا رو ضرب در این میکنیم، تو این بازه مقدارش میشه یک. اگه ضرب در یو تی آی کنیم میشه یو تی آی دیگه، این یکه اینم یو تی آی. یعنی میتونیم یه تابع یو تی آی رو تو این بازه ها تقریب بزنیم، یعنی فرض کنیم کل این بازه شده یه مقدار یو تی آی دیگه، کل منحنی رو در نظر نمیگیریم. همه این یو تی آی ها رو واسه تی آی های مختلف اگه جمع ببندیم، یعنی از یه لحظه اولیه جمع ببندیم، لحظه اولیه جمع ببندیم اینا رو، میتونیم کل یو تی رو تقریب بزنیم. حالا فرض کنیم ما یه سیگمایی به یه تابعی دادیم، یه خروجی گرفتیم جی دلتای تی آی، اینو به یه تابع دادیم یه خروجی گرفتیم، خروجیمون رو اسمشو گذاشتیم این، یعنی خروجی که ناشی از ضربه تو لحظه تی آی بوده، تو زمانهای مختلف این خروجیمون به همون نشون میده. حالا طبق خاصیت هوموجنیتی یا تجانس یا همگن بودن میتونیم این عبارت رو ضرب این کنیم واسه سیستم خطی دیگه. میتونیم یه سیستم خطی رو ورودیشو ضرب یه عبارت خاص کنیم، خروجی هم باید ضرب همون عبارت بشه. این عبارتی که ضرب کردیم همون تقریب یو تیه تو لحظه تی آی تا تو بازه دلتا میشه این. حالا اگه طبق خاصیت جمع پذیری سیستم های خطی واسه همه تی آی ها جمع کنیم میشه خروجیمون تو همه لحظه جمع همشون. اینا رو جمع میبندیم طبق خاصیت جمع پذیری، خروجیمون میشه این، همه رو داریم جمع میکنیم. خب حالا همینجا اینا رو دوباره تکرار کرده. اگه یو تی طبق خاصیت جمع پذیری داشته باشیم، یو تی رو اینجوری تقریب بزنیم یه وای تی بهمون میده. این الان گفتیم صفحه پیش. اما اگه فرض کنیم دلتا هامون داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا فرض کنیم دلتا رو داریم کوچیک و کوچیک‌تر میکنیم. اگه این دلتا های کوچیک بشه در نتیجه تقریبی که از یو تی میزنیم به کمک این تابع سیگما دلتا که خیلی بهتر داره میشه و هر چقدر به صفر میل کنه میتونیم به جای اینکه توسط سیگما نشون بدیم این دلتا رو به دی تا تبدیل کنیم، بعد یو تی رو به تا تبدیل کنیم، به جای تی آی گذاشتیم تا، به جای دلتا گذاشتیم دی تا، جی تی این هم میشه جی تی تا دیگه، دلتاش حذف میشه چون دلتا داره به سمت صفر میل میکنه دیگه نمی نویسیم.
دیگه یه انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت میگیریم. خب این میشه خروجی دقیق ما، در به شرطی که دلتا به سمت صفر میل کنه. میتونیم با یه انتگرالی که به جای اینکه اینجا دوباره تکرار میکنم جی دلتا داره صفر میشه، در نتیجه جی مون یه جیه که دلتاش به صفر تبدیل شده. اینجا دیگه دلتا رو نمی نویسیم. میتونیم خروجی رو با این دلتا دقیق تر خیلی دقیق تقریب بزنیم، یعنی خیلی دقیق اصلا به دست بیاریم، تقریب که نمیزنیم. و تو این معادلات سیگما تی منهای تا همون پاسخ ضربمون میشه. این بهش میگم پاسخ ضربه تو لحظه تا. ما یه ضربه زدیم تو لحظه تا واسه تی، زمانهای تی، پاسخ ضربه میشه جی تی تا. خب حالا واسه سیستم‌های الی این جی تی تا چجوری میشه؟ این جی تی تا واسه سیستم‌های الی اینجا این چجوری میشه؟ واسه سیستم‌های الی چون داریم پاسخ ضربه خروجیمون به تی‌های بزرگتر از به تاب‌های بزرگتر از تی ربط نداره، میتونیم اونا صفر در نظر بگیریم. ما میخوایم خروجی رو توی لحظه تی به دست بیاریم. دیگه به تاب‌های بزرگتر از تی ما کار نداریم دیگه. ضربه‌های بزرگتر از پاسخ ضربه‌های بزرگتر از تی نیاز نداریم. در نتیجه صفر میشه. حد بالاش به جای اینکه بی نهایت بشه، تی های بزرگتر از تی رو به دست بیاریم، زمان ها بزرگتر از تی رو دیگه نمیخوایم، همون تی رو میذاریم. این واسه سیستم الی انتگرال به جای اینکه از منفی بی نهایت تا بی نهایت بشه، میشه تی منهای بی نهایت تا تی. اما اگه سیستممون تو حالت اولیه صفر باشه، یعنی اینیشیال استیتش تو تی صفر باشه، ریلکس باشه، یعنی ایکس تی صفر باشه، حالتمون صفر باشه، خب دیگه تو اون دیگه بازم اینجا میتونیم به جای منفی بی نهایت تی صفر بذاریم. چجوری این کارو کردیم؟ گفتیم این انتگرال از منفی بی نهایت تا تی، میتونیم این انتگرال رو تقسیم کنیم از منفی بی نهایت تا تی صفر و تی صفر تا تی. این پاسخ ضربمون میشه، پاسخ سیستممون میشه. و چون سیستم تو لحظه تی صفر استیتش صفره، این انتگرال این قسمتش صفر میشه و فقط میتونیم با این نشونش بدیم خروجی سیستمو. در نتیجه واسه سیستمی که کازال الی حالت اولیش صفره، میتونیم خروجی رو از تی صفر تا تی با این تابع تبدیل نشون بدیم. تو حالت کلی معمولا با سیستم هایی که باشون سر کار داریم، حالا ممکنه استیت اولیشون صفر نباشه، ولی تو حالت کلی معمولا کازاله که به این حالت در میاد. ولی خب و خیلی جاها حالت اولی هم صفر میشه و اینجوری میشه دیگه. یه عبارتی به دست میاد به جای اینکه از منفی بی نهایت تا بی نهایت باشه، از تی صفر تا تیه. این از این. بعد یه سیستمی linear time invariant، یعنی نامتغیر با زمانه. اگه ما یه ورودی داشته باشیم یه ورودی بدیم تو لحظه تی صفر و حالت اولیه ایکس تی صفر، یه خروجی بهمون بده. بعد همون ورودی رو فقط توی لحظه دیگه بهش وارد کنیم، تو لحظه تی یعنی تی تایم رفته جلو، تو این لحظه بهش وارد کنیم، خروجی که بهمون بده همون خروجی باشه. اون هم واسه لحظه های تی بزرگتر هست. تو واسه لحظه‌ای که تی زمان تی بزرگ رفتیم جلو، یعنی همون خروجی رو تولید کنه واسمون، فقط شیفت زمانی پیدا کرده. یعنی ولی مقدارش یکیه تو زمانهای تی بزرگتر از تی صفر به علاوه دلتا. یعنی فرقی نمیکنه چه تو زمان تی صفر بهش بدیم، چه تو زمان تی صفر به علاوه دلتا. ولی اگه همون ورودی رو بدیم ولی با شیفت زمانی، همون ورودی همون مقدار رو بدیم، همون خروجی رو بهمون بده.
این میشه سیستم لینیار تایم اینوارینت، نامتغیر با زمان. خب اگه سیستم این نامتغیر با زمان باشه میتونیم به جای تی تاو میتونیم این تاو ها رو به اضافه دلتا کنیم دیگه، یا منهای دلتا فرق نمیکنه، دلتا نه، حالا به اضافه تی بکنیم. خب اگه تی رو یعنی جی تی تاو واسه سیستمی که نامتغیر با زمانه برابر میشه با جی تی به علاوه تاو، یعنی خروجیش دیگه همون پاسخ ضربش برابر میشه با جی تی تا به علاوه تی و تاو به علاوه تی تو لحظه با ضربه تاو به علاوه تی، هیچ فرقی نمیکنه با ضربه‌ای که تو این لحظه وارد شد. خب اگه تی رو برابر تاو منفی تاو بگیریم این میشه تی منهای تاو هم منهای تاو میشه صفر. پس اینجا صفر میشه، کاری به این قسمت نداریم، میتونیم این تیکر رو حذف کنیم، نادیده بگیریم. یعنی واسه سیستمی که LTI به جای اینکه اینجوری نشون بدیم فقط با یه پرانتز یه دونه ورودی تی منهای تاو، یعنی فاصله تی منهای لحظه‌ای که ضربه وارد شده، فقط فاصلهش دیگه واسه همون اهمیت داره، فاصله تی منهای تاو میتونیم سیستم رو بیان کنیم، سیستمی که LTI. حالا میتونیم خروجی کلی سیستم رو با کمک این پاسخ ضربه اینجوری دیگه به جای این عبارت توی انتگرال اینو میذاریم دیگه. حالا فرض میکنیم زمان اولیه‌مون صفره، به جای تی صفر گذاشتیم تا لحظه تی، درسته؟ اینو میذاریم اینجا، این هم یو تاور که داریم، این میشه خروجی سیستم. با یه تغییر متغیر میتونیم اینجوری هم نشونش بدیم، یعنی هیچ فرق نمیکنه، یعنی یه جورایی داریم جای این دوتا عبارت داخل رو عوض میکنیم، بازم یه دونه انتگرال، یه دونه عبارت یکسان بهمون میده. میتونیم سیستم رو اینجوری بیان کنیم یا سیستم رو اینجوری بیان کنیم، در نتیجه هر دو حالت درسته. حالا ما یه تعریفی داریم به اسم تابع تبدیل. تابع تبدیل چی میگه؟ فرض کنیم ما یه تابعی داریم به اسم جی تی، حالا میتونه اف تی هر تابع دیگه این باشه. ما اینجا مثلا داریم جی تی رو وارد میکنیم، همون پاسخ ضربه سیستم وارد تابع تبدیل داخل این تابع تبدیل میکنه. تابع تبدیل چیکار میکنه؟ میاد ضرب در ای به توان منهای اس تی میکنه، اینو انتگرال میگیره از صفر تا بی نهایت. خروجی که بهمون میده که بر حسب اس میشه جی اس. این خروجی که بر حسب اس بهش میگن حوزه فرکانسی میشه جی اس. میتونیم هر تابع دیگه بدیم، مثلا اف تی بدیم خروجی میشه اف اس، وای تی بدیم میشه وای اس. حالا فرض کنیم خود وای تی رو داریم داخلش میکنیم، به جای جی تی وای تی رو بذارید، وای تی که اینجاست یا اینجاست هیچ فرق نمیکنه، این وای تی رو میذاریم گذاشتیم داخلش، میشه چی؟ میشه این. میبینید که همون رو گذاشتیم، فرض کردیم تی صفرمون صفره، یه خروجی بهمون میده. بعد اینجا یه سری کارهای انتگرالی انجام میدیم، فرض کردیم سیستممون رو ریلکس کازاله، یعنی صفر صفر، سیستممون الیه، انتگرال ساده کردیم، یه تغییر متغیر دادیم، سر آخر به این میرسیم. به جای اینکه انتگرال جی تی ضرب در یو تی رو حساب کنیم، میتونیم پاسخ لاپلاس جی تی رو ضرب در پاسخ لاپلاس یو تی کنیم، جی اس ضرب در یو اس. در نتیجه وای اس مساوی میشه با جی اس ضرب در یو اس، با یه ضرب دو تا تبدیل لاپلاسی، ضرب دو تا تابع لاپلاسی میکنیم. ما جی تی رو داریم، فرض کنیم داریم، بعد جی اس رو حساب کردیم، تمام. یو تی رو داریم، یو اس رو حساب کردیم، تمام. این دو تا رو ضرب کنیم، وای اس بهمون میده، یعنی به جای اینکه انتگرال بگیریم دو تا ضرب، خیلی راحت میشه کارمون. مثلا همین بردیمش تو حوزه فرکانس. حالا این واسه حالتی بود که یه ورودی و یه خروجی داشته باشیم. اما حالتی که چند ورودی چند خروجی داشته باشیم، به جای اینکه جی اس رو اینجوری کوچیک نشون بدیم، جی اس رو بزرگ نشون بدیم. وای اس میشه جی اس ضرب در یو اس که یه ماتریس میشه. یه ماتریس فرض کنید اینجوری داشته باشیم، این درای اول، درای دوم، درای سوم، درای چهارم. مثلا این ورودی اول به خروجی اول، این مثلا ورودی دوم به خروجی اول و الی آخر. این هم مثلا میشه ورودی اول به خروجی دوم. حالا کار نداریم، فقط میخواستم یه اشاره‌ای بکنم. خب
اگه یک سیستم خطی نامتغیر با زمان داشته باشیم که فشرده است، میتونیم تابع تبدیلش رو، تابع تبدیل چی بود؟ الان گفتیم دیگه، همین تابع تبدیل که GSه، به صورت تابع کسری نشون بدیم. تابع کسری چیه؟ یا ریشنال نشون بدیم. البته یک هم ترجمه خوبی نیست کسری، ولی خب کسری اینجا منظور تابعیه که چند جمله‌ای باشه، یعنی مثلا توانهای S، S2، S1، S3، S0 تو صورت باشه و توانهای S0، S1، S2، S3 به همین صورت تو مخرج باشه. خب اگه توان چند جمله‌ای باشه صورت، مخرج هم چند جمله‌ای باشه صورت، کسری باشه، این بهش میگن ریشنال. حالا یه سری تعریف داریم. اگه درجه DS بزرگتر از درجه NS باشه، DS چیه؟ مخرج GS مونه، تابع تبدیل بزرگتر باشه یا مساوی باشه بهش میگن پراپر. اگه بزرگتر باشه بهش میگن استریکتلی پراپر. تو این حالتی که پراپره، جی بی نهایت یا صفر یا یه عدد ثابت. تو حالتی که استریکتلی پراپره صفر میشه. تو حالتی که بای پراپره، در بزرگترین درجهش رو میگیم اینجا، باید دقت کنیم. بزرگترین درجه مثلا DS بزرگترین درجه شده S3، بزرگترین درجه NS هم مثلا اینجا شده S3. چون مساوی شده بهش میگن بای پراپر، یه عدد غیر صفر میشه تو بی نهایت. و سیستم هایی داریم که ممکنه NS مون بزرگتر از DS باشه. تو این حالت جی بی نهایت بزرگتر مساوی بی نهایت میشه و GS مون بهش میگن ایمپراپر. حالا یک سیستم GS واسه ماتریس تابع تبدیل چند ورودی چند خروجی پراپر یا استریکتلی پراپره اگه تمام ورودیاش پراپر یا استریکتلی پراپر باشه. یه GS بای پراپره، یعنی این مساوی DS مساوی با NS میشه اگه GS مربعی باشه و GS و G منهای یک S یعنی معکوسش جفتش پراپر باشن. پس میتونیم واسه ماتریس تابع تبدیل اینجوری بای پراپر رو تعریف کنیم. GS و G منهای یک S جفتش پراپر شده و GS هم سکوئر میشه، یکم فرق میکنه با حالت سیستش. هر سیستم نامتغیر و زمانی رو میتونیم با این معادلات نشون بدیم. خب اینجا مباحث تمام شد. حالا بریم سر state space equation. هر سیستم نامتغیر با زمانی رو میتونیم توسط این عبارت نشون بدیم، البته به شرطی که خطی باشه و فشرده باشه. میتونیم توسط این عبارت نشون بدیم که میشه x دات t مساوی با ax t به علاوه b t. x t همون استیت های سیستم، حالت های سیستممونه، معادله دیفرانسیل نوشتیم. با تی هم خروجی سیستممونه که بر حسب استیتامون نوشتیم. بعد از این یه لاپلاس بگیریم به این صورت در میاد. از این لاپلاس ها رو ساده میکنیم، ایکس اس ها رو میبریم یه طرف، وای اس هم به دست میاریم بر حسب ایکس اس، اینجوری میشه. حالا اینجا ایکس اس رو بر حسب یو اس نوشتیم و ایکس 0 وای اس هم بر حسب ایکس 0 یو اس نوشتیم دیگه. و اینجا میتونیم اینا رو اگه از این استفاده کنیم و فرض کنیم x 0 مون صفره، در نتیجه اینجا یه دونه یو اس فاکتور بگیریم، این عبارت به دست میاد. ماتریس تابع تبدیلمون به این صورت میشه سی اس منهای آ به توان سی ضرب در اس منهای آ اس آی منهای آ به توان منهای یک، یعنی معکوسش سر در بی به علاوه دی. این ماتریس تابع تبدیل به کمک این عبارته، به شرطی که x 0 مون صفر باشه. پس این نکته خیلی خوبیه. هر وقت x 0 صفر نباشه دیگه ما ماتریس تابع تبدیل نداریم. ماتریس تابع تبدیل از این سیستم، ماتریس تابع تبدیل اصلا تو حالت کلی واسه حالتیه که x 0 رو ما فرض کردیم که صفره، یعنی استیت حالت اولیه‌مون صفر. اگه صفر نباشه ما دیگه نمیتونیم توسط ماتریس تابع تبدیل بیان کنیم، یعنی خروجی رو نسبت به ورودی با یک ضربه عبارتی که میشه همون GS بیان کنیم.